گفت دانایه که گرگ خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسانی پاک. هر که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. هر که از گرگش خورد دائم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ هست. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. این که مردم یکدیگر را می درند، گرگ هاشان رهنما و رهبرند. این که انسان هست انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند. این ستمکاران که با هم همراهند، گرگ هاشان آشنایان همند. گرگ ها همراه و انسان ها غریب، با کی باید گفت این حال عجیب؟